سلام، خوش اومدین به کلاس امروز وارد روز 5 چالش 7 روزه یوگای صبحگاهی شدیم. مرسی که تا اینجای کار با من بودین. امیدوارم که لذت برده باشین. اگر اولین باره که دارین این ویدیو رو میبینین، پیشنهاد میکنم که برگردین از ویدیوهای قبل شروع کنین. این یه چالش 7 روزه است و امروز روز 5مونه، پس برگردین و از روز اول شروع کنین. عاشقتونم. بریم هر جور که راحتین بشینیم روی متمون. ستون فقراتون صاف و کشیده، شونه هامون عقب و پایین. دم از بینی، باز دم از بینی. امروز میخوایم روی تعادل و تمرکزمون کار کنیم. چیزی که تو دنیای امروز با توجه به حجم زیاد اطلاعاتی که روزانه با این اینستاگرام ها و یوتیوب ها و فیسبوک ها وارد مغزمون میشه، خیلی سخت ایجاد کردن. اما ما تلاش میکنیم که امروز به سکوت به ذهنی برسیم، به چیزی که در اون میشه تعادل و تمرکز. دستاتو جلوی قلبت نماسته کن و با 3 اوم یوگای امروزمون شروع کنیم. دم میگیریم، چشمتو باز کن. نماسته، خوش اومدیم به کلاس امروز. خب بریم به حالت 4 دست و پا روی متمون بشیم. میخوام که 5 تا کتکو انجام بدیم، یکم بدنمون رو گرم کنیم و بریم سراغ یوگای تعادلی امروزمون. هر شونه و لگنمون رو میدیم بالا، بازدم پشتمون رو گرد میکنیم، شکممون رو خالی از هوا، سرمون انگار میخوایم بریم بازدم. خب از همینجا نوک پنجه پاهامون رو میزنیم زمین، میریم سگ سرپایین. تو سگ سرپایین یکم پدال بزن، پشت پاهاتو باز کن، اگر لازمه یه ذره فاصله بین دست پاتو بیشتر کن. پدال بزن، پشت پاهاتو باز کن. با هر بار پدال زدن بالا تنتو به پایین تنت نزدیکتر کن و پاشنه پاتو برسون به زمین با پدال زدن. هر جایی که پدال زدن کافی بود دیگه میخوام وایستی، نگاه تو ببری بین 2 دستات و تو سگ سرپایین 5 تا نفس بمونی. دم بازدم 1، دم بازدم 2، دم بازدم 3، دم بازدم 4، دم بازدم 5. از همینجا پای راستتو حسابی بکش بالا بالا بالا، خم کن، زانوشو بیار تو شکمت، پشتتو پوش کن، بذار بین 2 دستات. پای عقبیتو یکم بکش جلوتر، پاشنه پای عقبیت هم بذار روی زمین، پای چپت صافه، پای راستت زانوش خم جلوه، دستاتو بکش کنار گوشت. ویرا بادراسانا 1، جنگجوی شماره 1، دم بازدم 1، دم بازدم 2، دم بازدم 3، دم بازدم 4، دم بازدم 5. از همینجا پاشنه پای عقبی، پای چپتو میچرخونی، پنجه پاتو میبری به این سمت. من پشتم به شماها میشه. دستاتو بکش کنار بدنت، نگاهتو ببر به انگشت وسط دست راستت،
ویرابادراسانا 2 واریر 2 جنگجوی شماره 2 دم و بازدم 1 دم و بازدم 2 دم و بازدم 3 دم و بازدم 4 دم و بازدم 5. از همینجا میخوایم بریم اکستند ساید انجل. دست راست تو پاهات همین شکلی میمونه. دست راست تو میبری میذاری روی رون پای راستت و دست چپ تو میکشی کنار گوشت. این لول اولش. لول بعدیش دست راست تو میذاری داخل پای راستت، کنار پای راستت، دست چپ تو میکشی بالا، نگاهت به سمت بالا، گردن نیفته. لول بعدیش دست چپ تو میبری پشت، دست راستت هم میبری پشت، تو هم قفل میکنی، یکی اینجا یکی اینجا، حالا هر کس تو هر لولی که هست. بدنت باید با دستات لگن تو هل بدی جلو، نگاهت به سمت سقف. بمون دم بازدم 1. صبح نمیخوایم خیلی به خودمون فشار بریم، هر کس تو هر لولی که هست میتونه بمونه. دم بازدم 2 دم بازدم 3 دم بازدم 4 دم بازدم 5. از همینجا آروم بیا بالا، پای راستت هم بیار جلو. میخوایم که بریم تری پوز یا حرکت درخت. زودتر تا لول توضیحش میدم. اول میذاریم پایین، این لول 1 کاملا هم درسته. مهم اینه که حرکت تعادلیه، بتونیم به یک نقطه نگاه کنیم و ثابت بمونیم. لول بعدیش اینه که پای چپ دیگه کلا رو زمین نباشه، بذاریم رو ساق پات بذاریم. لول بعدیش اینه که پاتو بیاری بالا، حالا به کمک دستت بگیری بیاری تو کشاله رون پات و نگاهت به یک نقطه باشه و بمونی. برو هر لولی که هستی بمون، دستتو بکش کنار گوشت، درخت خوشگل و استوار، تعادلتو یک نقطه رو نگاه کن، تعادلتو حفظ میکنی و بمون. دم بازدم 1 دم بازدم 2 دم بازدم 3 دم بازدم 4 دم بازدم 5. از همینجا آروم رهاش کن، سر متت باش و برو خم جلو. برو تو خم جلو، یک کوچولو پدال بزن، پشت پاهاتو باز کن، برو تا جایی که میتونی خم شو جلو، سرتو رها کن و هر جایی که میتونی اگر شده حتی با زانوی یک کوچولو خمم بمون. سرت رها. دم بازدم 1 دم بازدم 2 دم بازدم 3 دم بازدم 4. از همینجا برو پاهاتو ببر عقب، برو دوباره سگ سر پایین. از سگ سر پایین این بار پای چپمون رو میکشیم بالا، بکش پای چپتو بالا، بیار تو شکمت، پشتتو پوش کن، بذار کنار دست چپت، پای پشتیتو یک کوچولو بکش جلو، پاشنه پای پشتیت که پای راستت روی زمینه، پای چپت جلو، زانوش خم 90 درجه است، دستا کنار گوش. دم بازدم 1 دم بازدم 2 دم بازدم 3 دم بازدم 4 دم بازدم 5. از همینجا میخوایم بریم جنگجوی شماره 2. پاشنه پای پشتیمون، پای راستمون رو میچرخونیم، نگاه پنجه پامون میاد به سمت شما و دستامون رو میکشیم کنار بدنمون صاف توی نقطه و دست انگشت وسط دست چپمون رو نگاه میکنیم. ویرابادراسانا 2 دم بازدم 1 دم بازدم 2 دم بازدم 3 دم بازدم 4 دم بازدم 5. از همینجا اکستند ساید انجل. میتونی دستتو بذاری رو کشاله رون پا، دست راستتو بکشی کنار گوشت، دست چپتو میتونی بذاری داخل پای چپت و دست راستتو بکشی بالا، نگاهت به سمت بالا. میتونی هم از پشت تو هم قفل کنی. دم بازدم 2 دم بازدم 3 دم بازدم 4 دم بازدم 5. از همینجا آروم بیا جلو. این بار پای راستمون رو میخوایم بذاریم تو کشاله رون پای چپمون. میتونیم توی چند تا لول توضیح دادیم، میتونیم اینجا بذاریم کاملا درسته،
حرکت تریپوزه، میتونیم اینجا بذاریم، اینم درسته. اگر میتونیم یعنی روی زانومون نذاریم، دقت کنیم و روی زانوس نباید باشه. قشنگ با دست بعد بکشی بیاری رو کشاله رون پات، پاشنتو قشنگ احساس کنی توی بالاترین نقطه پات قرار داره و پاتو صاف میکنی، دستتو میکشی کنار گوشت، بمون. دم بازدم 1، دم بازدم 2، دم بازدم 3. یک نقطه رو نگاه کن نمیافتی. دم بازدم 4، دم بازدم 5. از همینجا برو دوباره جلوی متت، برو پایین، خم به جلو، یکم پدال بزن، پشت پاهاتو باز کن و بعد بمون. دم بازدم 1، دم بازدم 2، گردنت رها. دم بازدم 3، اگر لازمه یک کوچولو زانوی پاتو خم کن. دم بازدم 4، دم بازدم 5. از همینجا آروم پاهاتو ببر عقب، برو سگ سر پایین، از سگ سر پایین زانوی پاتو بذار زمین و برو سجده. برو سجده استراحت کن، نفساتو آروم کن. آروم از سجده بیا بیرون، برو بخواب روی متت. بخواب روی متت. اگر نیاز داری که حرکتی انجام بدی انجامش بده. گهواره هپی بیبی میتونی انجام بدی، بریم یه پیچم با هم انجامش بدیم. پای چپتو صاف کن، پای راستتو زانوشو خم کن، با کمک دست چپت پای راستتو ببر به سمت چپ بدنت و دست چپتو بکش کنار بدنتو نگاش کن. نمازم 2، 2 تا شونه هات باید رو زمین باشه، 2 تا سمت شونه هات. نمازم 3، نمازم 4، نمازم 5. آروم رهاش کن. این بار زانوی پای چپتو خم کن، با کمک دست راستت بکش به سمت راست بدنت، نگاهتو ببر به سمت دست چپت، 2 تا سمت شونه هات روی زمین باشه. دم بازدم 1، دم بازدم 2، دم بازدم 3، دم بازدم 4، دم بازدم 5. آروم رهاش کن. اگر نیاز داری که بازم حرکتی انجام بدی میتونی انجامش بدی، اگر نه دستات بره، پاهات بره، چشما بسته، انقباضی توی بدنت هست رهاش کن. تو ببند، دم بازدم از بینی. امروز روی تعادلمون کار کردیم. هم که یکم شاواسانامون رو طولانی تر کنیم. بهترین راه این که کنترل کنی ذهنتو، بتونه تعادلش رو پیدا کنه، بتونه تمرکز کنه، بتونه به سکوت برسه، این که فقط نگاش کنی. اگه توی مدیتیشن ها، توی شاواسانا ها چیزی میاد تو ذهنت مهم نیست، فقط نگاش کن، فقط ببینش. بعد به خودت میبینی که به هیچی فکر نمی کنی، میبینی به سکوت رسیدی، تمرکز رسیدی. اما بازدماتو از بینی داشته باش، مرکز تو، فکر تو یا روی دم و بازدمات و به سکوت ذهنی برس.
خوبی. انگشته دست و پاتو تکون بده. بدن تو بیدار کن. سر تو به راست و چپ تکون بده. به یاد بیار که کجایی. آروم بچرخ به پهلوی سمت راستی چپت و با کمک دستت بشین روی مترت. چشمات همچنان بسته باشه. برای همتون آرزوی قوت ذهنی دارم به بالاترین درجه‌ای که یک انسان میتونه بشه. دست تو جلوی قلبت نماسته کن. با 3 تا اوم یوگای امروزمون رو به پایان برسونیم. دم میگیریم. نمسته. خدا قوت. مرسی که امروز همراه من بودین. امیدوارم که این انرژی و این حال خوب رو دریافت کرده باشین. اگر دوست داشتین حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، به من انرژی بدید. اگر این حرکات رو انجام دادین حتما کامنت کنید که چه حس و حالی داشتین. اگر حس خوبی نداشتی هم برام کامنت کن. حتما جواب میدم، حتما میبینم. خیلی دوستتون دارم. مرسی که همراه منید. نمسته. خدا نگهدار.